با توجه به اون وضعیتی که در سودان میگذارد، این یک بخشی از طرح اسرائیل بزرگ است، چیزی که اسمش رو اسرائیل بزرگ میذارن و به خاطر همین به این وضعیت در واقع ما رسیده ایم. این ادامه آن چیزی است که در غزه، سوریه، لبنان و یمن گذشت و الان به سودان رسید. این اقدامی که اونها دارن انجام میدن برای بازگشتن به اون رویایی که در تورات فکر میکنن که دارن به دنبال این هستن که برگردن به اون رویای بزرگشون و قرآن کریم گفته است و وعده داده است که این درگیری ادامه داری است. یهودیان و نصارا از شما در واقع راضی نخواهند شد و در قرآن کریم و در سوره بقره هم به این درگیری در واقع اشاره شده است. عبدالرحمن لطفاً به ما کمک بکنید تا شرایط رو بهتر درک بکنیم. پرسش صریح من این هست که چرا باید اتفاقات در سودان اینقدر وحشیانه صورت بگیره و چرا نیروهای واکنش سریع اینقدر سنگدلانه می جنگند؟ اگر اونها حتی برای خودشون هدفی قائل هستند، حتی اگر مزدور جریانهای خارجی نظیر امریکا، اسرائیل یا ابوظبی و امارات هستند، چرا باید اینقدر شقاوتمندانه مردم رو از زیر تیغ بگذرونند؟ یک بخشی از طرح بین المللی است. در واقع یک طرحی است برای تجزیه جهان اسلام از استعمار آغاز شده است و الان هم با طرح برنارد لوئیس جلو می رود. طرح آن در واقع به دنبال تجزیه جهان اسلام از 50 سال است. این در واقع آغاز شده است و الان به شدیدترین حالت ممکن ادامه دارد و ایالات متحده امریکا از طریق این مزدور عربی خودش امارات در واقع وارد شده است و از نیروهای واکنش سریع استفاده می کند برای اینکه به اهداف خودشان برسد و از آنجایی که در واقع هدف آنها تجزیه این سرزمین است و ورود بکنند به در واقع سودان و به خاطر همین در واقع یک درگیری بین ما و اسرائیل وجود دارد و چون اینها میخوان به این اهداف برسن و میدانند که نمیتوانند به راحتی به این در واقع هدف برسن، دست به این جنایت ها میزنند و در واقع دولت سودان و مردم سودان هدف اصلی اونها